یهویی شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. هممون شوکه شده بودیم. دخترها همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم. بعدش هم اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تا تهش بریم شاید کار کنه، شاید دیپورتمون نکنن. در ایمان از ترنم آشیدم. آقای کرمزاده رسیده؟ یه چند تا سوال ازش داشتیم. بدش در اومده بود. با حرف بزنی. Ja, det är en varg där ute. Men de kommer nog skjuta den snart. سلام. تا رسیدیم از همون بازجویی کردم. حالا تو فکر میکنی من نمیدونم ما چرا اینجاییم؟